علت این که به سرزمین قم گفتن این بود که کشتی حضرت نوح وقتی که اون طوفان شد و تمام کره زمین رو آب گرفت و کافران به نوح غرق شدند و مؤمنان به نوح سوار کشتی شدند و نجات پیدا کردند، خب این کشتی در حال اضطراب بود روی طوفان ها و سیلاب ها و وقتی که به سرزمین قم رسید قامت ایستاد، از اون اضطراب و از اون تشویشی که داشت یک مرتبه از حرکت ایستاد، سکونه و به سکون و آرامشی رسید. میخندی؟ به چی میخندی؟ این عین واقعیته، عین واقعیت. کشتی نوح بعد از اون طوفان وحشتناکی که پشت سر گذاشت با همه خر و گاو و پلنگ و شیر و شتر و پرنده و چرنده‌ای که سوار کرده بود میرسه به سرزمین قم. اونجا میشینن فکر میکنن، میگن آقا این کشتی خیلی سنگینه، نمیتونیم بقیه مسیر رو بریم. میگن هرچی خر و گاوه رو همینجا تو قم پیاده کنید که برن این حوزه علمیه واسه خودشون بچرن. بعد دیگه کشتی از اون به بعد مسیر